امروز میخوام یه سفر عجیب و جذاب داشته باشیم. از 300,000 سال پیش تا همین الان. از آدمای شکارچی و گردآورنده تا زندگی دیجیتال و تکنولوژیک امروز. قراره بفهمیم چطور ما هوموسیپینسا یا انسان خردمند شدیم. گونه‌ای که بقیه گونه‌های انسان رو کنار زد و دنیا رو تحت سلطه خودش درآورد. و حالا در آستانه یک تحول بزرگ هستیم که شاید ما رو به موجودی کاملا جدید تبدیل کنه. چون میخواییم تاریخ بشر رو از نزدیک لمس کنیم. داستانهایی که واقعا زندگی ما رو شکل دادن و آینده‌ای که خیلی آمون حتی نمیتونیم تصورش کنیم. شروع کنیم. کتاب انسان خردمند از یوآل نوح هراری یکی از اون کتاباییه که میخواد یه تصویر خیلی کلی از سرگذشت ما آدما بده. از اجداد اولیه‌مون گرفته تا همین امروز که توی عصر تکنولوژی و اینترنت زندگی میکنیم. اما ما چطور شد که به اینجا رسیدیم؟ چون هراری میگه ما فقط یک گونه میمون بیمو بیدون بودیم. مثل بقیه حیوونا. ولی امروز کل سیاره زمین رو قبضه کردیم. از اختراع چرخ و کشاورزی گرفته تا اینترنت و حتی پیتزای آماده یخ زده. همه اینا کار ما بوده. هراری تو کتابش دنبال جواب اینه که چرا هوموسیپینس ها بودن که همه جا رو گرفتن، نه بقیه گونه های انسانی. وقتی برگردیم عقب میبینیم حدود 2.5 میلیون سال پیش اولین انسان ها روی زمین ظاهر شدن. اون موقع ما هیچ چیز خاصی نبودیم. نه اتم میشکافتیم، نه بیت کوین میفروختیم. درست مثل بقیه حیوونا بودیم. بله، مغزمون بزرگ بود. روی دو پامون راه میرفتیم. ابزار استفاده میکردیم و اجتماعی بودیم. ولی خب تنها بودیم. یه تصویر اشتباه اینه که فکر کنیم ما تک خطی از اون انسان‌های قبلی به وجود اومدیم. در واقع ما همزمان با حداقل 6 گونه دیگه از انسان‌ها زندگی میکردیم. مثلا انسان فلورسی قدشون نهایتاً 1 متر بود ولی اونقدر باهوش بودن که فیل شکار میکردن. انسان دنیسووا گونه‌ای که تازه سال 2010 توی سیبری کشف شد. این نشون میده که احتمالاً گونه‌های دیگه‌ای هم بودن که هنوز حتی پیداشون نکردیم. و معروف‌ترینشون نئاندرتال‌ها. مغزشون حتی اما بزرگتر بود و قبل از ما ماموت شکار میکردن و کباب درست میکردن. بلد بودن این کارو بکنن. پس چرا اونا محو شدن و ما موندیم؟ اینجا 2 نظریه وجود داره. اولی نظریه آمیزشه. میگه ما با گونه‌های دیگه مثل نئاندرتال‌ها رابطه داشتیم و کم کم ترکیب شدیم. حتی امروز توی دی ان ای خیلی از اروپایی‌ها 1 تا 4% ژن نئاندرتال‌ها پیدا میشه. دومین نظریه جایگزینیه. این یکی میگه ما باهوشتر و مجهزتر بودیم و غذاهاشون رو گرفتیم یا حتی اونا رو از بین بردیم. اگه این درست باشه یعنی از همون قدیم میل به خشونت و رقابت سر منابع توی ما بوده و هنوزم ادامه داره. کدومش درسته؟ هنوز قطعی معلوم نیست. تحقیقات جدید شواهد تازه میارن. اما احتمالاً واقعیت یه چیزی بین این 2 باشه. یعنی هم از خشونت استفاده کردیم و کم کم منقرضشون کردیم، هم که با آمیزش باشون ترکیب شدیم. حدود 150,000 سال پیش بود که اولین هوموسیپینس پا به دنیا گذاشت. هزاران سال فقط توی شرق آفریقا زندگی میکردیم. کار خاصی هم نمیکردیم. نه ابزار پیچیده‌ای میساختیم، نه هنر خاصی داشتیم. حتی یه بار خواستیم بریم شمال و با نئاندرتال‌ها بجنگیم، شکست خوردیم و برگشتیم سر جامون. نئاندرتال‌ها 30,000 سال پس از اونم توی خاورمیانه حکمرانی کردند. اما یه جای حدود 70,000 سال پیش یه تغییر عجیب افتاد. یه جور جهش تکاملی که اسمشو گذاشتن انقلاب شناختی. مغز ما یه دفعه انگار سیمکشیش تغییر کرد. بعضیا میگن یه جهش ژنتیک تصادفی باعث شد روش فکر کردن، یاد گرفتن و حافظه‌مون فرق کنه. هرچی که بود نتیجهش شگفت انگیز شد. قایق ساختیم، تیر و کمان درست کردیم، چراغ روغنی اختراع کردیم، توی گروه‌های بزرگتر زندگی کردیم و حتی شبکه‌های تجاری را انداختیم.
از اون موقع به بعد هر جا میرفتیم رد انقراض پشت سرمون میمون. بار دوم که از آفریقا بیرون اومدیم دوباره با نئاندرتال ها جنگیدیم. ولی این بار ما برنده شدیم. نه فقط خاورمیانه رو که گرفتیم که بقیه گونه های انسانی رو هم روی صحنه زمین حذف کردیم. بزرگترین هدیه این انقلاب شناختی زبان بود. قبلش هم نئاندرتال ها و بقیه موجودات یه جوری ارتباط داشتن. مثلا زنبورا با رقص و صدا جای غذا رو نشون میدادن. شامپانزه ها صداهایی داشتن که فرق بین مواظب عقاب باش و مواظب شیر باش رو میرسوندن. ولی زبان ما یه چیز دیگه است. خیلی پیچیده تر و همین باعث شد ما بشیم گونه حاکم. در حالی که زنبورا در حال انقراضن، شامپانزه‌ها توی قفسن و نئاندرتال ها کلا نابود شدن. زبان به ما این امکان رو میده که اطلاعات رو با جزئیات زیاد به هم منتقل کنیم. اگه یکی یه درخت پر از میوه پیدا میکرد میتونست دقیق توضیح بده کجاست. اگه خطری مثل یه شکارچی نزدیک بود میتونست بقیه رو باخبر کنه. این خودش یه برتری بزرگ بود. درباره تاریخ و چگونگی شکل‌گیری زبان توی ما انسان‌ها قبلا یه ویدیو حول کتاب ما چگونه موجوداتی هستیم از چامسکی منتشر کردم. اگه موضوع شکل‌گیری زبان رو دوست دارید اون ویدیو میتونه کمک کننده باشه. ولی چیزی که زبان رو واقعا خاص میکنه فراتر رفتنشه. ما فقط از دنیای واقعی حرف نمیزنیم. ما میتونیم درباره چیزایی حرف بزنیم که فقط توی تخیلمون وجود داره. این چیزی بود که هراری بهش میگه اسطوره‌های مشترک. ایده‌هایی مثل خدایان، تاریخ، حقوق بشر یا حتی پول. اینا ساخته ذهن ما هستن. ولی چون هممون باورش میکنیم میتونیم تو مقیاس خیلی بزرگ با هم همکاری کنیم. پول رو در نظر بگیرید. ارزشش هیچ وقت فیزیکی نیستش. اما چون همه قبول کردیم که لازمه تونستیم یه سیستم پیچیده مبادله بسازیم. کنارش هم دولت‌ها و قوانین هیچ کدوم وجود واقعی ندارن. ولی اگه باور نکنیم که این قانون ما رو به مالیات دادن مجبور میکنه کی حاضر میشه پول بده؟ اولین انسان‌های خردمند نهایتاً میتونستن توی گروه‌های 150 نفره کنار هم زندگی کنن. اما وقتی زبان و این اسطوره‌های مشترک رشد کردن کم کم روستاها شدن شهر، شهرها شدن کشور و در نهایت رسیدیم به همین دنیای جهانی شده امروز. حدود 12,000 سال پیش زندگی ما یه چرخش بزرگ داشت. انقلاب کشاورزی. اون موقع بیشتر تاریخمون رو مثل شکارچی گردآورنده ها گذرانده بودیم. دائم در حال حرکت، دنبال شکار و میوه و ریشه. هر جا غذا بود ما هم همونجا بودیم. ولی یه جایی تصمیم گرفتیم یه جا بمونیم. شروع کردیم به کاشتن گیاه و اهلی کردن حیوانات. یعنی کم کم از شکارچی بودن تبدیل شدیم به کشاورز. ظرف 10,000 سال تقریباً همه بشریت وارد این سبک زندگی جدید شدن. این انتخاب اما خیلی عجیب بود. چون راستش کشاورزی به ظاهر زندگی راحت تری نبود. یه شکارچی گردآورنده نهایتاً روزی 4 ساعت کار میکرد و غذای متنوعی داشت: گوشت، ماهی، میوه، آجیل. ولی کشاورز از صبح تا شب زیر آفتاب کار میکرد، اونم برای یه رژیم غذایی محدود مثل گندم. غذایی که هم سخت هضم میشد هم ویتامین زیادی نداشت. پس چرا ما حاضر شدیم سخت‌تر کار کنیم و بدتر غذا بخوریم؟ جواب ساده نیستش. یکی اینکه این تغییر خیلی تدریجی اتفاق افتاد. نسل به نسل کشاورزی جا افتاد و وقتی فهمیدیم مشکلات زیادی داره دیگه راه برگشتی نبود. دوم اینکه هر چی باشه کشاورزی مزیت بزرگ داشت: تولید بیشتر غذا از یه تیکه زمین. این یعنی جمعیت میتونست چند برابر بشه. پس جمعیت منفجر شد. آدمای بیشتری زنده موندن. هرچند شرایط زندگیشون سخت‌تر بود. ولی همین جمعیت زیاد خودش یه چالش جدید درست کرد. چطور میشه این همه آدم مدیریت کرد؟ این سوالی بود که کم کم ما رو به سمت اختراعی تازه برد. تا قبل از انقلاب کشاورزی زندگی ساده بود. اگه گوشت کم داشتی میرفتی سراغ همسایت، ازش میگرفتی. اونم میدونست یه روزی تو براش جبران میکنی. یه جور اقتصاد لطف و محبت بود.
اما وقتی کشاورزی اومد اوضاع عوض شد. حالا دیگه بعضیا وقت داشتن سراغ کارهای دیگه برن. آهنگری، بافندگی، ابزارسازی، اینا هم برای گذران زندگی و جنسشون رو با غذا معاوضه میکردن. این شد شروع یه اقتصاد پایاپای. ولی خیلی زود این سیستم هم جوابگو نبود. تصور کن یه چاقو ساخته بودی و میخواستی باهاش گوشت بگیری. اگه دامدار خودش کلی چاقو داشت چی؟ یا اگه میخواست در عوضش یه خوک بده ولی هنوز پروار نشده بود چی؟ چطور مطمئن میشدی سر قولش میموند؟ اینجا بود که حدود 3000 سال قبل از میلاد ما 2 اختراع بزرگ کردیم: نوشتن و پول. سومریان توی بین النهرین اولین بودن. برای ثبت معامله روی لوح‌های گلی علامت می‌زدن. همینطور جو رو به عنوان پول استفاده می‌کردن. پول همه چیز رو ساده کرده بود. دیگه لازم نبود منتظر باشی خوک مورد نظرت رشد کنه و پروار بشه تا اون دامدار بهت بده. میتونستی جنس بدی و در عوضش پول بگیری. بعد با اون پول هر چی لازم داشتی بخری. یا اگه کسی قول میداد بعدم بده میتونستی ثبتش کنی و بعدم بری سراغش. این 2 اختراع، پول و نوشتن، به ما اجازه داد توی جوامع خیلی بزرگتر از قبل کنار هم زندگی کنیم و با هم معامله کنیم. حالا خود نویسنده یعنی نوح هراری یک کتاب کوچیک هم درباره تاریخچه پول داره و درباره آینده اونم صحبت میکنه که ما توی کانال سبکتو اون رو به صورت ویدیویی منتشر کردیم. برای خودم خیلی جالب بود. برای همین پیشنهاد میکنم ویدیوی پول از نوح هراری رو حتما بعداً ببینید. وقتی پول و نوشتن وارد زندگی بشر شدن، معاملات ساده تر شد و کلاهبرداری هم سخت‌تر. اما این به این معنی نبود که اقتصاد و جامعه یهو منظم و بی‌دردسر بشن. هرچی جامعه‌ها بزرگتر می‌شدن، کنترل و مدیریت آدم‌ها هم سخت‌تر می‌شد. راه حل چی بودش؟ ما شروع کردیم به درست کردن قوانین و گذاشتن ساختارهای قدرت برای اینکه همه مجبور به اطاعت بشن. این شد نقطه تولد اولین جوامع سلسله مراتبی با شاه، با امپراتوری‌های بالای هرم. امروز که نگاه میکنیم خیلی از اون امپراتوری‌ها و پادشاهی‌ها به نظر ظالمانه میان، اما نباید فراموش کرد که اونا یه چیزی به جامعه دادن: ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. با داشتن یه دیوان سالاری منسجم، قانونا و رسوم یکپارچه می شدن. یه مثال معروفش بابل هستش. بابل در حدود 1776 قبل از میلاد بزرگترین امپراتوری دنیا بود با بیش از 1 میلیون نفر جمعیت. پادشاه بابل حمورابی یه مجموعه قانون منتشر کرد. این قوانین همه جا معتبر بودن، چه درباره دزدی، چه قتل، چه مالیات. هر جا که مردم توی قلمرو بابل سفر یا تجارت میکردن میدونستن چه چیزایی مجازه و چه چیزایی نه. اما خب دونستن قانون یه چیزه، عمل کردن بهش یه چیز دیگه. برای اینکه مردم واقعا از قوانین پیروی کنن، شاه‌ها و امپراتورا باید یه چیزی فراتر از زور می آوردن: مشروعیت. و بهترین ابزار برای این کار چی بود؟ ادیان. حمورابی دقیقاً همین کارو کرد. گفت که از طرف خدایان انتخاب شده برای حکومت. وقتی مردم باور کردن شاه منسوب خداست، پذیرش حکومت خیلی راحت تر شد. این همون چیزیه که میتونه میلیون‌ها نفر آدم غریبه رو کنار هم نگه داره. با گسترش امپراتوری‌ها، ادیان هم بزرگتر و قدرتمندتر شدن. بعضی وقتا با زور، بعضی وقتا با جذب تدریجی. امپراتوری‌ها اینطوری قوم‌ها و باورهای مختلف رو در قالب چند ابرفرهنگ متحد کردند. بریم چند هزار سال جلوتر، قرن 16 و 17 میلادی. اینجا دوباره تاریخ بشر یه چرخش عظیم داشت: انقلاب علم. آدما کم کم دست از این تصور برداشتن که همه چیز فقط قضا و قدره. شروع کردن به استفاده از اصول علمی مثل مشاهده، آزمایش و کاوش. نتیجهش جهش‌های بزرگی بود در پزشکی، در ستاره شناسی، در فیزیک. با یه مثال جلو بریم. توی گذشته حتی ثروتمندترین خانواده‌ها ممکن بود 2 یا حتی 3 بچه‌شون رو به خاطر بیماری از دست بدن.
ولی امروز به لطف علم نرخ مرگ و میر نوزادان به حدود 1 در 1000 رسیده. این پیشرفت‌ها فقط زندگی رو بهتر نکرده، بلکه حکومت‌ها هم زود فهمیدن علم میتونه اقتصاد رو تقویت کنه. پادشاه‌ها، امپراتورها، دانشمندا و کاشف‌ها رو حمایت مالی کردند تا ایده‌ها و منابع جدید بیارن. هیچ چیزی ارزش علم رو مثل سفر معروف کریستوف کلمب به مردم اروپا ثابت نکرد. پادشاه اسپانیا ازش حمایت کرد. در عوض سرزمین‌هایی پر از طلا و نقره نصیبش شد. این باعث شد رقابت بین قدرت‌های اروپایی برای کشف دنیا سرعت عجیبی بگیره. حاکمان فهمیدن برای کنترل سرزمین‌های تازه دیگه نمیتونن فقط به متون دینی یا سنت‌های شفاهی تکیه کنن. باید داده علمی جمع کنن. درباره جغرافیا، زبان، فرهنگ، آب و هوا، گیاه، جانوران و تاریخ. این شد که اقتصاد اروپا رشد کرد. امپراتوری‌های جهانی شکل گرفتند. تجارت بین قاره‌ها شکل گرفت و البته خیلی از فرهنگ‌های بومی نابود یا از بین رفتند. ولی از اون طرف دنیاهایی که قبلا جدا از هم بودن حالا به هم پیوند خوردن. بعد از انقلاب علمی اروپا فقط به کشف‌های علمی اکتفا نکرد. خیلی زود فهمید که علم میتونه ابزار امپریالیسم و سود باشه. نتیجهش چی شد؟ تا قرن 19 فقط امپراتوری بریتانیای کبیر 1/4 کل کره زمین رو در اختیار داشت. با این قدرت و گستره کشورهای اروپایی فرهنگ و ایده هاشون رو به همه جا صادر کردن. آداب و رسوم محلی خیلی جاها کنار رفت و جای خودش رو دادن به یه ابرفرهنگ بر پایه هنجارهای اروپایی، از دینهای غربی گرفته تا دموکراسی و علم. امپراتوری‌های اروپایی دیگه وجود ندارن، ولی میراثشون هنوز با ماست. بزرگترینش کپیتالیسم یا سرمایه‌داریه. امروز تقریبا همه جا باور به قدرت پول و اهمیت ثروت وجود داره. چه توی برزیل، چه توی ایران، چه کانادا، چه کامبوج، همه دنبال بیشتر کردن درآمد یا نشون دادن دارایی هامون هستیم. با لباسا، با گوشی‌ها یا هر چیزی که بشه. علم هم پشت این روند ایستاد. چون خیلی از باورهای دینی رو زیر سوال برد. دیگه کمتر کسی فکر میکنه خدا در 7 روز دنیا رو ساخته. خیلی از افراد دنیای امروز به نظریه انتخاب طبیعی داروین باور دارن. وقتی دین عقب نشست، سرمایه‌داری جلو اومدش. به جای امید به سعادت در جهان بعدی، حالا تمرکز انسان‌ها روی لذت بردن توی همین دنیاست. و این یعنی خرید بیشتر، مصرف بیشتر، خدمات و محصولاتی که دائم تبلیغ میشن برای شادتر کردن ما. اما سرمایه‌داری و جهانی شدن فقط فرهنگا رو تغییر نداده. یه اثر دیگه هم داشته. دنیا رو به جای خیلی صلح آمیزتر تبدیل کرده. البته همه طرفدار جهانی شدن نیستن. منتقدان میگن باعث میشه فرهنگا از بین بره و همه جا شبیه هم بشه. اما یه چیز رو نمیشه نادیده گرفت. جهانی سازی صلح آفرینه. امروز ملت‌ها به هم وابستن. تجارت، سرمایه‌گذاری و زنجیرهای اقتصادی همه جا رو به هم وصل کرده. یه جنگ یا بحران توی یه منطقه میتونه کل دنیا رو به هم بریزه. برای همین رهبرای آمریکا، اروپا و آسیا همه یه انگیزه مشترک دارن: حفظ صلح. از 1945 به بعد دیگه هیچ کشور مستقلی توسط کشور دیگه‌ای فتح یا محو نشده. اگه تاریخ پرخشونت قبل از جنگ جهانی دوم رو به یاد بیاریم، میفهمیم که الان واقعا توی صلح‌آمیزترین دوران تاریخ بشر زندگی میکنیم. عددها هم همینو میگن. توی دوران شکارچی گردآورنده حدود 40% مردهای بالغ قربانی قتل یا نظامی شدن. امروز این رقم رسیده به حدود 1%. این تغییر به لطف همون جوامع سلسله مراتبی بود که بعد از انقلاب کشاورزی شکل گرفتن. قوانین، ساختارها و نظم همونا باعث شدن خشونت محدود بشه و اقتصاد پایدارتر بشه. اما نباید زیادی خوشبین باشیم. یه جنگ بزرگ جهانی دیگه هزینه‌های بی‌سابقه‌ای برای بشریت میاره و این شرایط فعلی به هیچ وجه تضمین شده نیستش. تا اینجا دیدیم که تاریخ بشر پر از انقلاب، پیشرفت و تغییر بود.
سلامت، ثروت و دانشمون رشد کرده. اما سوال مهم اینه، آیا ما خوشحال‌تر شدیم؟ پاسخ کمی ناامیدانه است، نه چندان. روانشناسا میگن شادی انسان یه جور خط پایه داره. بعد از اتفاقای بزرگ، چه مثبت و چه منفی، خیلی زود دوباره برمیگردیم به همون سطح عادی. مثلا کارمون رو از دست میدیم. اول دنیا برامون سیاه میشه، ولی چند ماه بعد دوباره به وضعیت عادی برمیگردیم. یا در مقیاس تاریخی، دهقانای فرانسه توی انقلاب فرانسه احتمالاً سرمست آزادی بودن، اما خیلی زود برگشتن به نگرانی‌های روزمره. محصول امسال چطوره؟ پسرم چرا به درد نخوره؟ انسان معمولاً جایی بین رضایت نصف نیمه و ناامیدی زندگی میکنه. این مکانیزم شاید باعث میشه نه با بحران‌ها از پا در بیاییم، نه اونقدر خوشحال بشیم که دست از تلاش برداریم. اما اگه به سطح جامعه نگاه کنیم، داستان پیچیده تره. بیشتر دستاوردهای تاریخی از علم گرفته تا اقتصاد بیشتر به جیب یک گروه محدود مردان سفید پوست غربی رفته. خیلی از زنان و اقلیت‌ها گرفته تا بومی‌ها در واقع قربانی امپریالیسم و سرمایه‌داری شدن. تازه امروز بعد از قرن‌ها دارن کم کم به برابری نزدیک میشن، اما فاصله هنوز خیلی زیاده. خب حالا که گذشته رو مرور کردیم، بریم سراغ آینده هوموسیپینس یا انسان خردمند. آیا ما همینجا متوقف میشیم یا به چیزی فراتر تبدیل میشیم؟ علم امروز داره مرزهای زیستی ما رو میشکنه. تو حوزه بایونیکس، یعنی ترکیب انسان و ماشین، پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی شده. نمونهش جسی سالاوانه، برقکار آمریکایی که هر دو دستش از دست داده بود. دانشمندا براش دستای بایونیک ساختن که فقط با فکر کردن کار میکنن. از اون طرف پژوهش‌های مقابله با پیری هم سرعت گرفتن. دانشمندان تونستن عمر بعضی کرما رو 2 برابر کنن و تقریبا همین کار رو با موش‌ها هم بکنن. شاید روزی بتونیم ژن پیری رو توی انسان‌ها خاموش کنیم. الان محدودیت‌های اخلاقی قانونی جلوی پیشرفت کامل رو گرفتن. ولی واقعیت اینه اگه یه روز ذره شانس برای زندگی نامحدود وجود داشته باشه، بشر اونقدر آتش داره که همه موانع رو کنار بزنه و شاید خیلی زود ما هم دیگه هوموسیپینس نباشیم. بدنامون اونقدر با تکنولوژی تغییر کنه که بشیم یه گونه تازه، نیمه ارگانیک، نیمه ماشین، نمیدونم. خب این بود از زیر و بم کتاب انسان خردمند از نوح هراری. برای من که کتاب جالبی بود. امیدوارم برای شما هم مفید بوده باشه. لایک و سابسکرایب شما حمایتی است برای تولید بیشتر از این دست محتوا. ممنون.